بینندگان سری برنامه طبیب در امروز میخوام در مورد لیزر ناحیه کمر و گردن به عنوان یه درمان در دیسک کمر و دیسک گردن با شما صحبت کنم. همونطور که میدونید دیسک کمر و گردن از بیماری های نسبتا شایع ستون فقرات جراحی باز راه حل آخره، ولی قبل از جراحی ما میتوانیم با روش‌های مختلف از یه فیزیوتراپی ساده تا برسه به لیزرهایی که ما انجام میدیم که در واقع یک نوع لیزر بسته با یه سوزن که میده بچه لیزر رو در دیسک تزریق میکنه و معروف به پیل میدی هست و باعث میشه که دیسک جمع بشه و فشار روی عصب برداشته بشه. بعد دیسک کمر که باعث دردهای سیاتیکی یا دردهای در اعصاب دست شده درمان بشه از روش‌های بسیار مناسب، اما در هر بیماری هم جواب نمیده. بیمار باید انتخاب کرد و بر اساس شرایط بیمار میتونیم از پیل یا لیزر بسته کمر و گردن استفاده